قبل از اینکه بخواین ماشین رو کامل کارشناسی کنید، مرحله اول و دوم و سوم داره. خب توی مرحله اول شما میایین توی زاویه 45 درجه میشینین و توی این زاویه به این صورت از انتها تا ابتدا، از انتها تا ابتدای ماشین رو نگاه میکنید. یه ذره متمایل میشین و تمام موجا، ضرب‌خوردگی، صافکاری توی این زاویه کاملا مشخصه. حالا هم از این طرف هم از این طرف درسته، دقیقا دوباره همین، یکم بالا کم پایین تر نگاه میکنی. بعد تو این زاویه از ابتدا تا انتها تمام قسمت ها رو نگاه میکنید واسه یه موج، برآمدگی، صافکاری یا رنگ که موج داشته باشه خیلی بهتون کمک میکنه. همین کار رو توی این زاویه هم انجام میدین. دوباره موجا رو میبینید، این موجایی که اینجا هست، موجایی که رو در تمام لکه ها، همه چی کاملا مشخص میشه. از اینجا هم که نگاه کردین میریم برای جلو. اینم از جلو، اینم از این زاویه